مقامات تاجیکستان گفتند سال 2016 در زندان‌های کشور ده‌ها زندانی فوتیدند و سبب مرگ اکثریت آنها بیماری بوده است. رستم شامراد وزیر عدلیه در نشستی خبری در دوشنبه گفت هیچ یک از این زندانیان خودکشی نکرده است و یا شکنجه نشده است. هرچند حامیان حقوق میگویند بدرفتاری با زندانیان و خودکشی در زندان‌های تاجیکستان کم نیست. برات یوسفی گزارش می‌دهد. مقامات عدلیه تاجیک میگویند در سال گذشته 2015 64 نفر زندانیان در محبس‌های تاجیکستان فوتیدند. رستم شامرودزاده وزیر عدلیه تاجیکستان روز 25 ینور در نشست خبری وزارتش با اعلان این رقم گفت کسی از این زندانیان فوتیده خودکشی نکرده است. از این 16 نفر با بیماری سیل، 44 از بیماری امراض درونه و 4 نفر از حادثه‌های ناگواری که شدگان در استحصالات چی است. شامرودزاده گفت هر موردی فوتیدن محبوسان در زندان از سوی کمیسیون مخصوص وزارت‌های عدلیه و تندرستی اینچنین دادستانی انفرادی تحقیق شده است. وزیر عدلیه تاجیکستان همزمان خبرها در مورد تبلیغات گروه‌های افراطی در محبس را رد کرده و گفت که زندان‌ها پرره از طریق دوربین‌ها و از طریق مأموران زیر نظارت است و چنین شایعه‌ها اساس ندارند. برای که مؤسسه‌های پوشیده است، یگانه کاری که با محبوسان میبرند این کارمندان تربیوی خود مقامات است. البته واردشوی با اونجا طبق ترتیب معین است و تشکیلات‌های جمعیتی دیگر نیز امکانیت واردشوی را دارند. وزیر عدلیه تاجیکستان در مورد بازدید نمایندگان سازمان بین المللی صلیب سرخ از مؤسسه‌های اصلاحی وزارت گفت این سازمان حق بی‌واسطه و در همه حالت وارد شدن به این مؤسسه‌ها را ندارد. امروز ما یک گروه کاری حکومتی داریم که با صلیب سرخ ما وای داریم محاکمه این مسئله رو داریم و تکلیف خودمان با صلیب سرخ پیشنهاد شدگی است به این مسئله و ما انتظار جواب اونا هستیم. تا امروز حالا جواب چی گرفتگی نیستیم. تا زمان اوت سال 2016 در زندان‌های تاجیکستان حدود 12,000 نفر نگهداری می‌شدند. طبق قانون اوت سال 2016 تنها در مؤسسه‌های اجرای جزای جنایتی اوت در برابر 9332 نفر محبوس تطبیق شده است.